راوی میگه من در روز عرفه در صحرای مقدس عرفات که میدانید اعمال روز عرفه از ظهر روز عرفه دیگه شروع میشه تا غروب حاجیات چقدر نماز و دعا باید بخونن. میگه من نگاه کردم امام جواد سلام الله علیه از ظهر روز عرفه تا غروب مد یدی جمیعا دو دستشونو به طرف آسمان بلند کردن مشغول دعا، ما زالتا ممدودتان الی ان افاضه، تا غروب روز عرفه دستان امام جواد به طرف آسمان بلند بود مشغول دعا بودن. میگه من ندیدم ما رأیت احدا اقدر، ندیده بودم کسی اینقدر قدرت و توانایی داشته باشه از ظهر تا غروب روز عرفه دستشون به طرف آسمان بلند. کسی آمد محضر امام جواد علیه السلام گفت علمنی عملا، خیلی حدیث لطیفیه. مرحوم کلینی رضوان الله علیه، مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در ثواب الاعمال نقل کردن. به امام جواد علیه السلام عرض کرد آقا علمنی عملا اذا انا عملته کنت معکم فی الدنیا و الاخره، یه دستوری به من بدید که اگه من اونو انجام بدم دنیا و آخرت با شما باشم. الان چقدر مخصوصا جوانها دنبال یه دستور اخلاقی میگردن، یه استاد اخلاق و عرفان پیدا کنن، آقا چه کنیم دنیا و آخرت با اهل بیت باشیم. امام جواد سلام الله علیه دو کلمه بهش فرمودن، علمنی. حضرت فرمودن اکثر من تلاوت انا انزلناه فی لیلة القدر و رتب شفتیک بالاستغفار. اول انا انزلنا زیاد بخون. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه میفرمودن استاد ما آیت الله عظمای قروی اصفهانی، ما هر وقت ایشونو میدیدیم لبانشون به ذکر خدا مشغوله. تعجب کردیم آخه چه ذکری تمام نمیشه. یه روز گفتیم استاد چی میگین؟ نفرمودن من، اینا من تو زندگیشون نبود، فرمودن خوب آدم روزی 1000 مرتبه انا انزلنا با. البته من بارها گفتم یه وقت شما شروع نکنید از فردا انا انزلنا خوندن 1000 تا انا انزلنا، چون آدم باید از ذکر لذت ببره، از تلاوت قرآن لذت ببره، مقدماتی میخواد، طهارت باطنی میخواد، نورانیتی میخواد. حالا شما از کم شروع کنید. امام جواد علیه السلام فرمود اکثر زیاد سوره قدر رو تلاوت کن.